21 آبان ماه سال 1390 شمسی، پادگان امیرالمومنین یا پادگان مدرس، معروف به پایگاه موشکی القدیر که ما بین دو روستای بیدگنه و اخترآباد شهرستان ملارد در استان تهران و در نزدیکی کوهی به نام کیکاووس واقع شده. ساعت 12:50 بعد از ظهر انفجار مهیبی در این محل اتفاق افتاد که بعدها به عنوان انفجار بیدگنه معروف شد. صدای این انفجار که بعضی منابع هم گفتند که بعد از دقایقی با انفجار دوم که به مراتب شدیدتر بود همراه شد، اینقدر مهیب بود که تا کرج و شرق تهران شنیده شد و در نزدیکی محل حادثه باعث شکستن شیشه های ساختمون ها شد. لرزش انفجار در بیشتر شهرهای استانهای تهران و البرز مانند تهران، شهریار، شهر قدس، کرج، پرندک، اشتهارد، ملارد، ماهدشت و حتی بخش‌هایی از ساوه در استان مرکزی هم احساس شد. در لحظات اولیه شایعاتی بین شهروندان دهن به دهن میگشت که این انفجار و صدای مهیب مربوط به آزمایش بمب اتمی بوده. کمی بعد اما این حادثه به انفجار یک جایگاه CNG نسبت داده شد، ولی پس از چندی اخبار رسمی آرام آرام منتشر شد. سردار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه و سخنگوی این ارگان نظامی اعلام کرد که انفجار در یکی از پادگان‌های این ارگان در بیدگنه اتفاق افتاده و همون موقع هم تایید کرد که 27 نفر از کارکنان رسمی سپاه بر اثر این انفجار کشته و همچنین 16 نفر هم زخمی شدند که حال برخی از اونها بسیار وخیمه. این پادگان در واقع بزرگترین و اصلی ترین زاغه محرمانه موشک‌های بالستیک دوربرد و قاره پیمای سپاه بود. اگرچه تعداد کشته ها در ساعات بعد و پس از آواربرداری و جستجو به 35 نفر رسید، ولی بعضی منابع بعدها ادعا کردند که تعداد کشته ها به 40 نفر هم رسیده بود. مهمترین شخصی که در این حادثه کشته شد اما سردار سرلشکر حسن تهرانی مقدم، مسئول وقت سازمان جهاد خودکفایی سپاه و معروف به پدر برنامه موشکی ایران بود. عالی رتبه ترین فرد نظامی و مهمترین شخصی که در این حادثه کشته شد. حسن تهرانی مقدم متولد 6 آبان 1338 در تهران بود. او که در اولین روزهای تشکیل سپاه پاسداران به عضویت این نهاد در اومده بود، در دوران جنگ ایران و عراق نخستین فرمانده توپخانه و بنیانگذار واحد توپخانه در سپاه بود. پس از مدتی تهرانی مقدم مسئولیت واحد توپخانه رو به حسن شفیع زاده واگذار کرد و به یگان موشکی سپاه پاسداران پیوست و مسئولیت این یگان رو بر عهده گرفت. او همچنین در تشکیل و بنیانگذاری فرماندهی موشکی سپاه هم تاثیرگذار بود. تهرانی مقدم با پایان جنگ وارد حوزه تحقیقات و توسعه فعالیت‌های موشکی در سپاه شد و مسئولیت ریاست سازمان جهاد خودکفایی سپاه رو بر عهده گرفت و تا زمان مرگش در این سمت باقی موند. از همون روزها و حتی ساعات اولیه انفجار در زاغه‌های موشکی سپاه شایعه دست داشتن اسرائیل در این انفجارها در بسیاری از رسانه‌های غربی منتشر شد. همون زمان برخی رسانه‌های اسرائیلی هم این انفجار رو ناشی از خرابکاری دونسته و نوشتند که اسرائیل در اون دست داشته. رسانه‌های اسرائیلی همچنین به انفجار سال 1389 در پادگان امام علی خرم‌آباد اشاره کرده و نوشتند 1 سال پیش نیز انفجاری در محل نگهداری موشک‌های دوربرد شهاب 3 اتفاق افتاد که 18 نفر در اون حادثه کشته و بیش از 150 موشک شهاب 3 جمهوری اسلامی منهدم و نابود شدند. مجله تایم به نقل از یک مقام اطلاعاتی غربی نوشت که انفجار در زاغه موشکی بیدگنه کار موساد بوده. این مقام اسرائیلی
در گفتگو با تایم تاکید کرده بود که اقدامات خرابکارانه دیگری هم برای ضربه زدن به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران طراحی شده و در آینده به اجرا در خواهند اومد. اگر بخوایم اظهارات اون موقع این مقام اطلاعاتی غربی که به ادعای مجله تایم منبع این مقاله بوده رو دقیق تر بررسی کنیم، باید اعتراف کنیم که بعد از خرابکاری‌های پی در پی در سایت‌های هسته‌ای و موشکی و همچنین ترور بسیاری از دستاندرکاران پروژه‌های هسته‌ای، موشکی و امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای بعد، این اظهارات دور از ذهن به نظر نمیاد. البته اینها تنها ادعاهایی از این دست نبود. مدت کوتاهی پس از این اتفاق، چندین رسانه غربی به نقل از منابع اطلاعاتی نزدیک به تل‌آویو تأکید کردند که در این عملیات خرابکارانه سرویس اطلاعاتی اسرائیل نه تنها یک انفجار، بلکه حتی انفجار در 2 مرکز نظامی سپاه پاسداران در شعاع چند کیلومتری یکدیگر اتفاق افتاده و با 2 هدف مهم. اول، نابود کردن مهمات مربوط به کلاهک‌های موشک‌های شهاب 3 ایران در ملارد و هدف دوم و اصلی اون از میان بردن حسن تهرانی مقدم، فرمانده موشکی زمین به زمین سپاه و به قولی پدر موشک شهاب 3 بود. رونان برگمن، روزنامه‌نگار، نویسنده و از تحلیلگران برجسته امور نظامی امنیتی اسرائیل، در کتاب برخیز و اول او را بکش نوشت: انفجار بیدگنه به دستور تامیر پاردو، رئیس موساد انجام شد. و اما 8 سال بعد از این حادثه، جمهوری اسلامی در سریال تلویزیونی امنیتی اطلاعاتی گاندو تلویحاً دست داشتن موساد، سازمان اطلاعاتی جاسوسی اسرائیل، در این حادثه رو تایید میکنه و از زبان بازیگری که نقش یک مأمور امنیتی رو در این سریال بازی میکرد، در سکانسی از این سریال میگه: در انفجار بیدگنه ما ابتدا فکر میکردیم انفجار یک سانحه بوده، اما 2 سال بعد در اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرد مشخص شد جاسوسی که با نام رحمت والی به عنوان کارمند به این پایگاه وارد شده بود، این عملیات تروریستی رو به دستور آمریکایی‌ها و موساد با همکاری گروهک مجاهدین خلق انجام داد. حالا صرف نظر از اینکه این انفجار حاصل یک خرابکاری توسط عوامل خارجی انجام شده یا توسط نفوذی‌هایی در داخل پادگان موشکی سپاه، نکته‌ای که اندک زمانی پس از این حادثه توجه تحلیلگران رسانه‌های داخلی و خارجی رو به خودش جلب کرده بود، اما در سالهای بعد کمتر رسانه‌ای به اون پرداخته، رابطه قتل احمد رضایی، فرزند خبرساز محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این حادثه است. انفجار یا انفجارهایی که توان موشکی جمهوری اسلامی رو دست کم 1-2 دهه به عقب روند و بنیانگذار و نفر اول صنعت موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو از سر راه برداشت، با مرگ مشکوک پسر فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه بود؟ داستان مرگ پر رمز و راز احمد رضایی در هتل گلوریای دبی دقیقاً 1 روز بعد از وقوع انفجار در انبارهای موشکی سپاه دارای زوایای عجیب و پنهانیه که حتی پس از گذشت چندین سال هنوز بر همگان پوشیده باقی مونده. در اولین اعلامیه‌ای که محسن رضایی پیرامون مرگ پسرش احمد در سایت خبری تابناک که منتسب به خودش بود منتشر کرد، ضمن مطرح کردن این 2 رویداد بظاهر بی ارتباط در دبی و بیدگنه، مرگ احمد رو با اون چک شهادت همرزمان جبهه محسن رضایی در پادگان سپاه خوند همسو دونست، اما به طور مستقیم از شهید نامیدن احمد خودداری کرد. اما روز بعد همون سایت تابناک منتسب به محسن رضایی مرثیه‌ای رو از قول یکی از فرماندهان سپاه منتشر کرد که از ابتدا تا انتها به شهادت احمد اشاره داشت. روز بعد
تقریباً تمامی مسئولان رسمی و عالی رتبه جمهوری اسلامی که برای همدردی در منزل حسن تهرانی مقدم که در انفجار مرکز مهمات موشکی سپاه به قتل رسیده بود حضور پیدا کرده بودند، برای عرض تسلیت و دیدار با محسن رضایی در منزل او هم حضور یافتند. در جمع حاضران هر دو مراسم نام علی لاریجانی رئیس وقت مجلس، احمد وحیدی وزیر وقت دفاع، جعفری فرمانده وقت پشتیبانی نیروهای مسلح، احمدی مقدم فرمانده وقت ناجا، شیرازی رئیس دفتر نظامی علی خامنه‌ای، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و قالیباف شهردار تهران دیده میشد. مرگ احمد رضایی اندک زمانی بعد از پیدا شدن جسدش در اتاق هتل از سوی پلیس دبی خودکشی اعلام شد و همچنین پلیس همون موقع اعلام کرد که جسد احمد در حالی در اتاق هتل کشف شد که 3 روز از مرگش میگذشت. اما منابع اسرائیلی چند ساعت پس از انتشار خبر مرگ احمد رضایی و پیش از صدور هر بیانیه‌ای از سوی پلیس دبی به وجود ماده خواب‌آور ساکسامتونیوم در بدن احمد رضایی و تزریق ماده یاد شده به او پیش از خفه کردن وی با استفاده از یک بالشت اشاره کردند. در حالی که جسد احمد 1 هفته پس از انتشار خبر مرگ او هنوز از سوی پلیس دبی آزاد نشده و در اختیار خانواده‌اش قرار نگرفته بود، منابع خبری ایران از قطع رگ دست او شاید با انگیزه ایجاد شائبه خودکشی یاد کردند که به کلی خالی از واقعیت بود، چرا که منابع اسرائیلی تنها چند ساعت پس از انتشار خبر مرگ احمد رضایی ترکیب دقیق ماده موجود در خون و روش به قتل رسیدن وی رو اعلام کرده بودند. اما چرا احمد رضایی؟ احمد رضایی سال 1377 از طریق دبی به آمریکا رفته بود و در اونجا با سرویس‌های امنیتی اسرائیل ارتباط برقرار کرد و اطلاعات دست اولی رو از داخل سپاه در اختیار موساد قرار داد. احمد همچنین از طریق مصاحبه با چند برنامه رادیو تلویزیونی اظهارات بسیار تندی رو هم علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بود. خواهم بپرسم ازتون چه خبری این دوستانتون، یارانتون از ایران براتون دارن؟ خدمتتون عرض کنم خب اخباری که همه خب متوجه هستن در روزنامه ها میخونن، در مطبوعات به حال ازش مطلع میشن، خب اخباری که هست یک سری خب مطالبی هستش که در عمق خود جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و من این مقدار شاید سنگین باشه برام که جواب این سوالتون رو بدم، چون کنین سبکش کنین. خب سخت است، این مقدار سخت هستش به این علت که شاید به حال کسان دیگه که اونجا هستن شاید به این وسیله شناسایی بشن، ولی خب من همونطوری که قبلا هم در چند جا گفتم الان هم تکرار میکنم، من یک انسان هستم، یک جوان ایرانی هستم، ولی خب چون یک مقدار بیشتر شناخته شده هستم، دوستان بیشتری دارم و بالاخص قبل از اینکه ایران رو ترک بکنم سعی کردم که یک سازماندهی‌هایی بکنم دوستان خودمو. یک مقدار سعی کردم از مسائل سیاسی که در خود امریکا و حتی خارج از ایران هست فاصله بگیرم، چون اعتقادی به گروه‌های سیاسی خارج از ایران من ندارم و اعتقاد دارم که هر کاری که قرار باشه بشه بعد از خود ایران بشه. در حکومتی که خود سردمداران اون حکومت به کسانی که به خود اون حکومت خدمت کردن پشت میکنه و یا رو در روی هم دیگه وای میسن و یا کارشون به دوام میکشه، این حکومت دیگه پایدار نخواهد بود. حکومتی پایدار خواهد بود که در اون حکومت همه سردمداران، همه مردم همه در یک طرف باشن. حالا یه عده قلیلی خب همواره مخالف است، ولی اکنون اصلا در ایران یک جو مختلفی هست، یک جو بسیار متفاوت، گروه‌های مختلفی در جاهای مختلف با ایده‌های مختلفی، ولی من اون چیزی که می‌بینم در پشت همه اینها خوشحالم که حس می‌کنم که جوان‌های ایرانی به یه شکلی دارن واقعا نسل گذشته خودشون رو بازی میدن و از این موضوع من واقعا خوشحال هستم. به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران،
به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف میشد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه جامعه امروز ما میخوایم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. شایعه همکاری پسر فرمانده سابق کل سپاه و دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با موساد و همچنین موضع‌گیری‌های بسیار تندش علیه مسئولان رده بالای نظام چنان عرصه رو بر پدرش تنگ کرد که باعث شد او همسرش رو واسطه کنه و به آمریکا بفرسته تا تقاضا کنه که پسرش برگرده. اما احمد از برگشتن به ایران سر باز زد. البته محسن رضایی مدتی بعد از طریق واسطه دیگری پسرش رو برای درس خوندن به کاستاریکا فرستاد و بعد از اون احمد به ایران برگشت. اما طولی نکشید که دوباره راهی آمریکا شد و با یک تبعی آمریکایی ازدواج کرد و از این طریق تونست شهروندی آمریکا رو به دست بیاره. شاید به همین دلیل بود که پلیس دبی در گزارشش تاکید کرده بود که مقتول با استفاده از یک گذرنامه آمریکایی و با تابعیت آمریکا با نام مستعار تام جی اندرسون و با عنوان یک بازرگان آمریکایی وارد دبی شده بود. نکته طلایی ارتباط مشکوک احمد رضایی با انفجار زاغه موشکی سپاه اما در اینجاست که منابع اسرائیلی در همون مقطع زمانی با یادآوری قتل محمود عبدالرؤوف المحبوح در 19 ژانویه سال 2010 میلادی در هتلی در دبی بر شباهت دقیق اون قتل با شیوه قتل احمد رضایی تاکید کرده بودند. محمود المحبوح که 1 سال قبل از احمد رضایی توسط موساد در دبی به قتل رسید، در گذشته واسطه ارتباطی حماس با جمهوری اسلامی در دبی بود که به تدریج به مهره سوخته تبدیل شد. احمد رضایی هم گفته شده که بعد از فرار به آمریکا و ایجاد ارتباط با منابع اسرائیلی مدتی مورد استفاده سرویس‌های اطلاعاتی اونها قرار گرفته بود. اما آیا اطلاعات دقیق زاغه‌های موشکی شهاب 3 جمهوری اسلامی و منهدم کردن اونها توسط اسرائیل تا چه حد با تکیه به همکاری اطلاعاتی احمد رضایی با موساد مرتبط بوده؟ سوالیه که تا امروز پاسخی براش در دست نیست. با این همه شاید کلید ارتباط تمام این اتفاقات در گزارش بازپرس ویژه قتل تهران نهفته باشه. اونجا که درباره انگیزه قتل احمد رضایی گفته بود، به نظر میرسه این فرد دارای اطلاعات کلیدی از به گفته او برخی موارد در خارج از کشور بوده که ترس از افشای این اطلاعات باعث شده تا رضایی رو از سر راه بردارند. بازپرس ویژه قتل تهران تأکید کرده بود که احمد رضایی قبل از مرگش چندین بار درخواست کرده بود تا با برخی از مقام‌های ایرانی ملاقات و اطلاعات مهمی رو به اونها منتقل کنه. بازپرس ویژه قتل تهران همچنین تایید کرده بود که رد پای سرویس جاسوسی اسرائیل در این پرونده به چشم میخوره.